ما شاهد افزایش واقعی تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای هستیم. تمام کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند هم اکنون در حال ارتقا، نوسازی و تجدید زرادخانه‌های خود هستند و فقط هفته گذشته شاهد بودیم که ایالات متحده بررسی جدیدی از سیاست‌های هسته‌ای خود منتشر کرد که سطح آستانه بر استفاده از سلاح جدید کاهش میده. و دال توسعه انواع جدیدی از سلاح هسته‌ای قابل استفاده تر هستند و این تهدید هنوز پابرجاست. ایکن کمپین بین‌المللی بر لغو سلاح هسته‌ای بیش از 400 شریک از 100 کشور دنیا را همراه خود دارد. طی سالا تلاش کردیم تا پیام‌های انسانی سلاح هسته‌ای را برجسته کنیم که بسیار بیشتر از چیزی است که تصور میشه. بر اساس همین واقعیت واضح است که استفاده از سلاح هسته‌ای با قوانین بشردوستانه همخوانی نداره. همچنین روشن است که اگر به سیاست بازدارندگی هسته‌ای تکیه کنیم در 9 کشور هسته‌ای وجود داره. احتمال بروز حادثه بسیار زیاد است و از نظر آماری استفاده از سلاح هسته‌ای دوباره اتفاق میفته و باعث آسیب شدید انسانی میشه. معتقد هستیم که دیگر نمیتونیم یک سیستم امنیتی یا دفاعی داشته باشیم که به پای تهدید به قتل عام غیر نظامیان باشه. این کاری است که سلاح هسته‌ای انجام میتونه و استفاده شوند پیامدهایشان هم دخواد باشه. بنابراین ما باید با سرعت همون کار رو انجام بدیم که در مورد سایر سلاح کشتار جمعی کردیم، ممنوع کردن و حذفشان. سال گذشته پیمان من سلاح هسته‌ای تصویب شد و حالا باید همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بر امضای پیمان و تصویب از او بسیج کنیم. ما میخوایم کشورهای اتحادیه اروپا را که هنوز پیمان امضا نکردن او را امضا و تصویب کنند. کشورهای مثل اتریش، آیلند قبلا او را امضا کردند. سویدن، قبرس و مالت نیز به او رای مثبت دادند. اما دیگه کشورهای اتحادیه اروپا به جز فنلند که هم عضو ناتو هستند باید از سیاست بازدارندگی هسته‌ای ناتو خود کناره کنند تا بتوانند این پیمان امضا کنند و او را تصویب کنند.